سرخط خبرهای مهم. تاجیکستان نزدیک به 50 پناهنده افغانро ихроҷ کرده است. زلنسکی مسئولیت حمله به 5 فرودگاه روسیه را به عهده گرفت و ҳамлаи Исроил به مرکز تقسیم غذا در غزه. سلام بیننده‌های عزیز، آغاز هفته نو برای یکایک شما با قرار باشد. برنامه نویدی بامدادی را با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما میکنیم. امروز دوشنبه 2 ایون. برنامه را از یک خبر بین المللی آغاز میکنیم. ارتش اوکراین گفت با استفاده پهپاد ده‌ها هواپیمای بمبگذار دورپرواز در منطقه های روسیه را سرنگون کرد. روز 1 ایون وزارت دفاع روسیه هم با نشر یک اظهارات گفت پایگاه‌های هوایی در 5 منطقه مختلف زیر ضربه مانده، در 2 جای آن چند هواپیما آتش گرفته است. طبق معلومات منابع ارتش اوکراین در این حمله بیش از 40 هواپیمای بمبانداز که هر شب شهرهای اوکراین را بمباران می‌کردند آسیب دیدند. طبق گزارش‌ها و هم ویدیوهایی که کانال‌های مربوط به مقامات روسیه نشر کردند، پهپادها از ماشین‌های بارکش پرواز کردند. در ویدیوها ترکش یا سوختن کانتینرها در منطقه‌های گوناگون روسیه مشاهده می‌شود. وزارت دفاع روسیه حمله اوکراین با استفاده از هواپیماهای بی‌سرنشین FPV به فرودگاه‌های ولایت‌های مورمانسک، ایرکوتسک، ایوانو، ریزان و امور را حمله تروریستی نامید. منابع خبرگزاری RBK اوکراین در ارتش اوکراین حمله به فرودگاه‌های روسیه را عملیاتی ویژه‌ای گسترده برای نابود کردن هواپیماهای بمب‌اندازی دشمن نامیدند. وزارت دفاع روسیه گفته است که در بین نظامیان و غیر نظامیان تلفات نیست. تصدیق این معلومات از منابع دیگری مستقل غیر امکان است. خدمات امنیتی اوکراین یا SBU گفته است در نتیجه حمله‌های درون‌های اوکراینی به پایگاه‌های هوایی روسیه 34% انتقال دهندگان موشک‌های بولدور مورد ضربه قرار گرفتند. این نهاد خسارات وارد شده را تقریباً 7 میلیارد دلار ارزیابی کرده است. در همین حال پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی مسئولیت حمله به ایرودروم‌های روسیه را بر دوش گرفت و شام گذشته گفت این عملیات بیش از 1.5 سال آماده کرده میشد. حمله وسیع مقیاسی اوکراین به فرودگاه‌های روسیه در حالی است که امروز 2 ایون در استانبول دوره نوبتی مذاکرات هیئت‌های هر دو جانب برگزار می شود. هر دو جانب هم اوکراین و هم روسیه تصدیق کردند که در این نشست شرکت خواهند کرد. گروه طالبان از اخراج ده‌ها مهاجر افغان از تاجیکستان در روزهای اخیر خبر داده است. منبع‌های نزدیک به مهاجران افغان در تاجیکستان خبر اخراج این پناهندگان را تصدیق کردند. وزارت مهاجرت طالبان روز 31 می در خبرنامه گفت 49 مهاجر افغان روزهای 28 و 29 می به سبب‌های نامعلوم از تاجیکستان اخراج کرده شدند. با گفته این نهاد تحت نظارت طالبان این مهاجران 2 روز پیش از طریق بندر شیرخان در ولایت کندوز به کشورشان بازگردانده شدند. بندر شیرخان با 5 پایان ولایت ختلان تاجیکستان هم مرز است. طالبان گفتند 36 تن از این افراد کارت اقامت تاجیکستان و 12 تن دیگر گذرنامه و ویزا داشتند. مقامات تاجیکستان تاکنون در این باره چیزی نگفتند و مسئله را شرح ندادند. هزاران پناهجوی افغان از چند ده ساله به این طرف به ویژه پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به تاجیکستان پناه آوردند. به اطلاع کمیسریت اولی سازمان ملل در امور پناهندگان تنها در ماه دکبر سال 2024 80 افغانستانی از تاجیکستان به وطنشان فرستاده شدند. به اطلاع این نهاد بسیاری از این افراد سند و کارت پناهندگی داشتند. در نتیجه برخورد 2 ماشین سبکرو در ناحیه جبار رسول ولایت سوخت 5 نفر جان باخته 4 تن دیگر زخمی شدند. حادثه روز 29 می رخ داده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که راننده ماشین اوپل کامبو هنگام حرکت در حدود جماعت دهاتی گلخانه این ناحیه به طرف مقابل راه برآمده به خودرو اوپل زفیر برخورده است. در نتیجه هر دو خودرو آتش گرفته راننده و 3 مسافر خودرو اوپل زفیر و همچنین 1 مسافر اوپل کامبو در جای حادثه جان باختند. راننده خودرو اوپل کامبو و 3 مسافر اوپل زفیر با جراحت‌های وزنین و بیمارستان انتقال داده شدند. وزارت کارهای داخلی میگوید که اوید به این حادثه تحقیقات ادامه دارد. تقریبا هر روز در راه‌های تاجیکستان بر اثر صدمه‌های نقلیاتی
ساکنان زخمی و هلاک میشوند. از جمله روز 26 مای در پی به جری سرازیر شدن یک ماشین در ناحیه ورزوب 2 کس به هلاکت رسیده، 3 تن دیگر مجروح شدند. مقام‌های فلسطینی در غزه گفتند که در نتیجه حمله‌های نوی اسرائیل در رفح دست کم 31 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. مسئولین بخش تندرستی گفتند که سربازان اسرائیلی روز یکشنبه به سوی کسانی که برای دریافت کمک‌های بشردوستانه صف کشیده بودند تیراندازی کردند. نهاد با نام بنیاد بشردوستانه غزه در رفح در حال تقسیم کمک‌ها به مردم است. جمعیت هلال احمر فلسطین اعلام کرده است که تیم‌های این نهاد جسدهای دست کم 23 نفر را از محل انتقال دادند. ارتش اسرائیل گفته است که در حال بررسی گزارش‌ها درباره حمله به فلسطینی‌ها در نزدیکی یکی از مرکزهای تقسیم کمک‌ها است. اما در مورد اینکه آیا تلفات بر اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی بوده یا نه ابراز بیخبری کرده است. بنیاد بشردوستانه غزه قرارگاهش در آمریکا گزارش‌ها درباره تلفات انسانی در نزدیکی مرکز تقسیم کمک‌ها در رفح را رد کرده گروه حماس را به پیشنهاد معلوماتی ساخته متهم کرده است. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را سازمان تروریستی می‌دانند. چند نفر ساکنان یک محله در دهه مهرآباد ناحیه واسع میگویند در پی یک مناقشه به درد سر گرفتار شدند. 5 ماه پیش شبانه یک نفر به خانه همدیه‌هاشان درآمده زن و کودکان تنهای آن خانه را ترسانده است. چنانچرای این حادثه را در گزارش همکارمان محمود جان رحمت‌زاده ببینید. 5 ماه قبل ساعت‌های 11 نصف شب شخصی نامعلوم به خانه روزیگل سعیدова ساکن دهه مهرآبادی ناحیه واسع وارد می‌شود و درش را می‌کوبد. آن شب روزیگل با فرزندانش تنها بوده است. همدیهگان با دیدن ماشین بیگانه و شخص ناشناس به نزد خانه او می‌رسند. با شنیدن صداهای بلند روزیگل در را باز می‌کند و همسایه‌هایش را می‌بیند. ساعت 11 شب بود. ماشین شاور دمیجا مون در منایه 3 بار کت کرد. ما برومیم که آواز داد همسایه را دیدیم، در ترکی ندیدیمش دیگه. در صف پیش این حادثه احمد مجیدین زاده قرار داشت. او که همان شب به خانه‌اش برمیگشت شخص ناشناسی را در خانه همسایه می‌بیند و با چند همدیهای دیگر برای بیرون کردن او می‌رود. او اینچنین به ناظر منطقوی زنگ می‌زند تا شخص نامعلوم را معین کند. اما قضیه رنگ دیگر می‌گیرد. احمدزاده مردین اومد زنگ زد، مقصد اکا دودر وارثونیورا گلبازار میگن ساوزالی دودر ساوزالی بچه بزرگ 4 نفرم را برومان قشلاق دما برومشتیم که او درومان هم خیر ماشین رو پارو ماشین ما موندن فروم ما ماشین که دیگه اس نکرد 4 کس ما را زن نکرد. در پی این زد و خورد احمد مجیدین زاده تبر میبردارد. او اقرار میکند که این عملش خطا بود، اما میگوید که به حد نبوده است که نسبتش با ماده 237 قسمی 3 اوباشی گروهی پرونده باز کرده شود. نه مقصد ما مقدار نیوژل که ما مقصد گناه ما سر راه جنایت گرفت ما که نیست به عدالتش دگه که اگر برداشتن تبر جنایت شاید جنایت هم نیست، انیق باید جنایت باشه، جنایت هم باشه برداشتن تبر، نه اینکه قسمی 3. احمد مجیدین زاده در دهه نوبنیاد مهرآباد زندگی میکند که اطراف اکثری خانه ها باز است. با گفته یک منبع از شعبه کارهای داخلی واسع، تفتیش پرونده احمد مجیدین زاده به انجام رسیده، پرونده به سود ناحیه فرستاده شده است. خانواده او از احتمال محکوم شدن احمد سخت نگران است، زیرا او نانرسانی اصلی خانه می باشد. امی مردک ما دیگه یگام مردک نداریم، اکا ما چه ندارم یا اوتا دارم، خودش زندگیش هیله میبره. ما یک گودک های مایده چایده دارم، ما ایرا میبرن محکم میکنن، ما کجا میرم قطی گودک ها. احمد مجیدین زاده میگوید کاری کرد که دردی به سرش آورد. او خانواده برادران سبزعلی رحیموف را گناهکاری اصلی قضیه می‌یابد. تلاش ما برای گرفتن نظر خانواده رحیموف تا حال به نتیجه بود، ولی این بار اول نیست که ساکنان از این خانواده شکایت میکنند. چند پیش عبدالکریم دولتبکوف 43 ساله نیز گفته بود که از جانب همین خانواده لطوکوب شده دستش شکسته است. او هم از مقامات طلب دارد که کردار این خانواده طبق قانون بها داده شود.
بخش یک روز تاریخ از مهمترین رویداد تاریخی برای امروز 2 میلیون خبر می‌دهد. июни соли 2016 додгоҳи олии тоҷикистон 14 узви раёсати ҳизби мамнӯъшудаи наҳзати исломии тоҷикистонро ба муҳлатҳои тӯлонӣ ба зиндон маҳкум кард. мақомоти тоҷикистон ҳизби наҳзатро ба даст доштан дар ошуби генерал абдуҳалим назарзода дар моҳи сентябри соли 2015 айбдор мекунанд, вале ҳизби наҳзати исломӣ ин иттиҳомотро бепояву асос номидааст. 2 июни соли 2004 маҷлиси намояндагони тоҷикистон ба иҷрои ҳукми қатл дар кишвар мораторий эълон кард. бекор шудани ҳукми қатл як иқдоми башарӣ буда шонси пешгирӣ аз иштибоҳи ҳуқуқӣ дар нисбати маҳкумшуда дар ҷиноятро фароҳам мекунад. 2 июни соли 1940 зодрӯзи овозхони маъруфи тоҷик Зафар Нозим аст. таронаҳои эйсорбон, оҳистарон, бигзор то бигирям ва дигарҳо то имрӯз маҳбубу ошно мебошанд. бонки миллии субҳи имрӯз 1000 рубли русиро ба 125 сомонӣ, 100 евро ба 1125 сомонӣ ва 100 долларро 993 сомонӣ муқаррар кардааст. шумо навиди бомдодиро тамошо кардед. агар назару пешниҳоде доред ба мо нависед. то фардо дар ҳамин вақту соат. худо нигаҳдор.